سلام به همه. من شاهین هستم و به کانال شما سایه ها خوش آمدید. در اینجا قرار است به دنیای جذاب و شگفت انگیز موجودات افسانه‌ای سفر کنیم. امروز می‌خواهیم درباره یکی از موجودات شگفت انگیز به نام آل صحبت کنیم. آل در فرهنگ‌های مختلف یک موجود افسانه‌ای است که ظاهری شگفت انگیز دارد و در برخی افسانه‌ها به عنوان موجودی مخوف و ترسناک شناخته می‌شود. بر اساس این روایت‌ها آل می‌تواند بچه‌ها را از مادران باردار بدزدد و به عنوان یک نماد از ترس و هشدار در فرهنگ‌های مختلف مطرح شده است. اما در برخی افسانه‌ها آل موجوداتی با چهره زیبا و بالهای پهن هستند که در شب‌های تاریک به شدت درخشان و به عنوان نگهبان جادو و رازهای طبیعت شناخته می‌شوند. اگر بخواهید به دیدن آل بروید، باید با قلبی پاک و نیت‌های خوب به سراغ آن بروید. این موجودات افسانه‌ای از انسان‌های بی‌احترام و منفی دوری می‌کنند. بنابراین اگر به دنبال ملاقات با آل هستید، با اشتیاق و احترام به دنیای افسانه‌ها وارد شوید. امیدوارم این سفر به دنیای آل برایتان جالب بوده باشد. پس لطفاً در کنار ما باشید و اشتراک و لایک کردن ویدیو به ما کمک کنید که این سفر را ادامه دهیم. فراموش نکنید که در قسمت نظرات برای ما بنویسید که چه موجودات افسانه دیگری را دوست دارید. با تشکر از شما و امید دیدار در ویدیوهای آینده.